بیننده های عزیز سلام، بازم خوش آمدید در ادامه برنامه. دوستای عزیز، قسمی که میبینید در کنار ما دوست عزیز ما هست که اینجا کاروبار میکنه. برادر عزیز سلام. و علیکم السلام. خوب هستید؟ شکر. چی حال داری؟ خیر. اسمتون؟ سید محمد. سید محمد جان قن. اینجا چی کاروبار میکنید؟ کراچی داریم، پنیر آوردیم. تنها پنیر سودا میکنید؟ رومی، بادرنگ، هر چیزا. آها، بسیار خوب. یعنی ترکاری هم سودا میکنید؟ این کار همیشگی است یا تازه آغاز کرده؟ همیشگی است دیگه. آها، بسیار خوب. چطور از فروشات پنیرک و یا هم ترکاری؟ فروشات نیست و که اگر صبحی تا شام بیشتر تا 10 بجه 2000-3000 برای سودا کنیم، بالا نیست. خب اگر حدس بزنین در یک روز چند تا پنیرک سودا میکنید؟ یک 3 کارتن میشه. خب ماشاءالله در 3 کارتن دیگه حداقل در یک کارتن 100 افغانی شاید فایده بونه. 100 افغانی میمونه. روز 300 اگر پنیرک سودا کنید، 300 ترکاری 600 700 800 میشه. بسیار خوب. تحصیل کرده نزدیک بگین که مکتب خوانده نخونده؟ نه والا مکتب نخونده. چرا چی مشکلات بود که نخواسته مکتب ادامه بده؟ مشکلات خو نبود، دل کس نمیشد که بخوانه. دل ما نمیشد که درد بخوانیم. اگر نمیگه که جوانان که هست آینده ساز افغانستان است، وقتی که ما و شما در فکر آبادی وطن نباشیم، وطن ما رو کی آباد میکنه؟ وطن ما را خدا. خب اگر ما تو نخواهیم دیگه خداوند آباد میکنه؟ نه. خداوند هم گفته که تو حرکت کن ما برکت کنم، نه؟ به شکل. خب امیدوار هستیم که با تحصیلت ادامه بدی، درسکایت بخونی و خداوند پشت پناهت باشه. خیلی. کدام پیام حرف خاص به بینندگان عزیز اگر داشته باشی کامری ما در خدمتتون است؟ خیر بیبلیت گپ نیستد. این تو مردم ها خیلی بیرایی میکنه. خود سر کتل قیامت آمده، سلو بیزدیگ می او پیران با ایان گفتم قیامت آمده رئیسته. صبح دیگه صبح قیامت تا میزورابات میآید. اگر نامد باشی میآید صبح دیگه صبح تو بیاید دیگه هیچ کس نمی باشه. اینجا کلش کرد دیوانه است، هیچ هوشیار نمانده بیاید. کلش دیوانه. سلامت باشی. تشکر. وقتت خوب و خوش. شور بدك يا صوغ شور بدك جمال